бинандагони азиз, салом мегӯям бори дигар ба шумо ва як хабари оҷил дорем ки ҳамин ҳоло ба дасти мо аз душанбе расид ва марбут ба ҳукми ҳуқуқшиноси шинохтаи тоҷик Иззат Амон аст ки имрӯз дар додгоҳ содир шудааст ва тафсилотро аз ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод мешунавем ки چی حکم گرفت ایزات همون؟ بله شالا همین حالا مرافعی دادگاه شهر دوشنبه به انجام رسید و در آنجا اون 9 سالی که ایبدار کننده دولت پرسیده بود همین 9 سال به همین مدت ایزات امان روانه زندان شد و او با ماده 247 یعنی که قلابی ایبدار دانسته میشد و حالا انتظار هستیم که موقعی ولی او انتظار بودن پیوندانش که عفو میشود این همه مدت ولی این گونه نشد و شما چند روزی آخر با پیوندانش خیلی در تماس بود. اونها چی میگفتند؟ هم پیوندانش و هم وکیل مدافع او گفته بود که انتظار همه سندها را پیشنهاد کرده بودند به قانونی عفو و ماده که یعنی قلابی که ایبدار دانسته میشد شامل عفو بر اساس قانونگذاری تایسان میشد، اما غیر منتظره نزدیکانش امروز این خبر به ما رسید که اون 9 سال روانه زندان شد و نزدیکانش و هم تحلیلگرا و آنهایی که ایزات امان را خوب میدونستن قبلا در حاشیه مرافعای سعودی میگفتن که سرنوشت ایزات امان را با وجود آنکه انتظار داشتن که عفو میشود یا سرنوشت کرامت شریپوف انتظار است یا اینکه محکوم به زندان میشه، مردم چندان باوری نداشتن. خب بینندگان عزیز، طور فهمیدید ایزات امان را به 9 سال زندان محکوم کردند و ما تفصیلات از این بیشتر و واکنش وکیل مدافع ایزات امان را به حکم او در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. برنامه ما رو منتظر باشید.